دو روز باز این راه به سمت واروخ بسته است. حسنبای ترسونوف منتظر است که این راه باز شود و او به خانه اشون برگردد. در سنگاندازی تاجیکان و قرقیزها مجروح شد و برای معالجه اینجا آوردند. مادرم هستن، برادرها همشون. شما صحبت تلفنی یا با دیگر راه داشتید؟ گپ زدیم، همون محکمه بود. در بیمارستان اسفره چند نفر از ساکنان روستاهای نزد مرزی را معالجه کردند. حسنبای میگوید چون راه بسته است مجبور است در اینجا بماند. رستم احمدوف ساکن دیگری واروخ مشکلی سخت‌تر دارد. خواهرش اینجا فوتید ولی نمیتواند او را دفن کند. من التماس میکنم که روی حالی خودش یابر ما هم محیطامای برده دفن کنیم. در واروخ دفن کردن در واروخ دفن کردن خواست میخواه. بهادر امینجانوف دکتر شفاخانه اسفره 3 روز باز نمیتواند نزد اهل عائله‌اش به جماعت واروخ برگردد. او از رهبران دو کشور میخواهد مسئله را حل کنند تا دیگر مشکلی پیش نیاید. با ناحیه اسفره باید برای گفت و شنید، برای یکدیگر فهمی، برای صلح و امانی کشیده شود. باید مسئله را جدی یک عمره حل کرد. به دنبال مناقشت در مرز در روز 13 مارس سرحدبانان قرقیز یگانه راه ماشینگرد اسفره واروخ را که از بین دهه اقصای قرقیزستان میگذرد بستند. در نتیجه سنگاندازی و مناقشه ساکنان اسفره و بادکند که تا روز 14 مارس ادامه کرد، 2 شهروند تاجیکستان کشته شدند. 2 نفر از شهروندان قرقیزستان از جمله یک مأمور میلیسا جراحت برداشتند. شروع راهسازی از طرف قرقیزستان در یک منطقه بحث برانگیز مرزی اول سبب دعوای لفظی شد و به نیزای مرگبار کشید.